тақдири бади ма ҷанги Украина сар шид шамолвори бурданмон минна кафи дягуш каршид вақте ба худ омадум да балисама бин печум ушон полни вазбинай шохшидай поча این سرگذشت واقعی جوانی تاجیک است که در صف نیروهای روسیه ضد اوکراین می‌جنگید. او از یک بیمارخانه حربی بر ریبسرا مسترسورا یا سهراب زنگ زده قصه اش را نقل کرده است. بهادر یک قصه ذکر کردگی بود. یک روز زنگ زد که ما همینجا کلان شدگیم. همینجا در خدمت حربی بردن ای اوجا جمع روی کردن. ما یک دخترک دوست می‌دارم. ما اینجا اومدم و ای که شده دیانو دخترک مینای چه کفید که اوچی ما روز گوسپیتال دایم ما روز دیل کرد همین را گفت نویستن در کره خوندن در کره کرد زنگ زد که ما هم خیلی زایکت سکر گاب میزد اول برای وقتی هم آسیب بیفته خیلی شیده زبانش بعد شیده اون زنگ زد و جوری سوز شیده گفت اکا ما را گفتیم که چی میریم باید برامونا با جنگ رفتیم خیلی گفتم دادر جان الله نگهبان تو الله قدر برو دیگه زنگ هم نزد چند برو و کانتاکت نوشتیم شد اتویت نیست ریپ از سرگذشت سربازی تاجیکی ارتش روسیه در شبکه‌های اجتماعی سربیننده شد. چند پیش با عوضخان خبر دادند که قهرمان ریپی سروده او کشته شده است. چند پیش در کامنتار یک خواهری هم خیلی یادم شما قصهش خوندگین هم خیلی شیده گفت دیگه خیلی از یک شدیم روز دیگه برای که گل یاشی بد بود جوان کودک بوده بگیم. شرکت تاجیکان در جنگ ضد اوکراین موضوع تازه در ریپی تاجیکی است. سهراب یا مسترسورا در سرودهایش با درخواست جوانان از زندگی و مشکلات آنها می سراید. او درباره مهاجرت، مرگ در غریبی، جنگ در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و ناعدالتی هم ریپ خوانده است. بوسان زدای ما بویا مفتشی دیگه سروچ نخزم بین مشمورا کردیم دلنا برای چیه که جون موچیگ نو کرده باشیم میگه بسیار گب نزه شما همتون نو باشین. در این آهنگ وی از ناعدالتی شکایت میکند. میگوید ضمن سفرش به یک ناحیه او را لطوکوب کردند ولی وقتی به مقامات شکایت کرد برعکس خودش را گناهکار دانستند. رفتیم 3 روز دیگه در اونجا بیانات گرفتن. ایسوسو کاوچی هر دو طرفه دیلا میکنیم هر دو طرفه کاوچی دیلا کردن حوزی هم دوام داره. آوازخان میگوید برای بررسی عادلانه قضیهش به دادستانی شکایت برده است. این سرود او در شبکه‌های اجتماعی بحث ها را به وجود آورد. معمولا موضوع اصلی ترانه‌های اکثر هنرمندان در تاجیکستان عشق و وطن است. اما برخی از ریپسرایان با احتیاط و با لحنی لهجه و ساده از مشکل میگویند. شان امسی ریپسرای دیگری تاجیک در یک سرودش از دموکراتیا و آزادی گفت و دلیر امام علی خبرنگار فعال را وصف کرد ولی همزمان گیله نمود که زبان خودش در گفتن بسیار موضوعها بسته است. دموکراتیا مونن مارم بگم گپاما مونن یا برای کورپا برون برورم پاما بگم در داما چند چیز من